سلام، من فرزانه هستم. خوشحالم که یه بار دیگه با اپلیکیشن انرژیم کنار هم دیگه میخوایم ورزش کنیم. امروز ورزش ما یه ورزش فول بادی هستش که بالا تنه، شکم و پایین تنه توش درگیر هست. فقط هم احتیاج به یه صندلی یا یه میز کوتاه داریم که محکم باشه. برای وارماپ این تمرین میتونید توی قسمت گرم کردن و وارماپمون جداگونه ویدیو تخصصی هستش که از اون استفاده کنیم. الان مستقیم میریم سراغ ورکاوتمون. اولین حرکت دیپ هستش که دستا رو میذاریم کف دستها روی بنچ، باسن نزدیک بنچ قرار میگیره. کار اصلی آرنجمون انجام میده. پس آرنج میره به سمت عقب تا عضله ترایسپس و پشت بازومون درگیر بشه. آرنج میره به سمت پشت، برمیگرده بالا. 12 تکرار دیپس. بریم. 3 2 1 let's go. 1 2. دقت کنید آرنج بره پشتتون تا عضله ترایسپستون خوب درگیر بشه. عالیه. اصلا نمیخوام که باسنتون اضافی حرکت بکنه. پس کار اصلی ها آرنجتون انجام میده. 3 تای دیگه. 3 2 last one. بریم برای حرکت دوم. حرکت بلغاریان اسکوات که تک پا هستش. یه پا روی بنچ قرار میگیره، سینه پاتون روی بنچه، یه قدم میاد به سمت جلو. کار اصلی و پایی که روی بنچ انجام میده. پس میشینم رو پایی که روی بنچ هستش، دست کنار بدن، یا میتونید استفاده کنید ازش بیارید روبروی بدنتون. آماده. هر پا 6 تکرار. ردی؟ let's go. 1 2 3 4 5 6. پا رو عوض کنید. پای چپ. آماده. 3 2 1 بریم پایین. 1 2. زانوی پای پشت رو خم کنید تا عضله گلوت و همسترینگتون خوب درگیر بشه. آخری 6. بریم برای حرکت شکم. حرکت کرانچ. دستا میاد پشت، پاشنه پا روی زمینه، بالا تنه و پایین تنه رو به سمت هم نزدیک میکنم. بریم برای 12 تکرار. 1 2. آپشن ایزی ترش پاشنه پا روی زمین قرار بدیم بعد از هر تکرار. شکم ها سفت، به هم نزدیک شید و دور شید. عالیه تیم. 5 تا 4 3 2 1. بریم برای ست دوم. دوباره تکرار حرکت ها. حرکت دیپ 12 تکرار. آماده. دست روی بنچ، باسن نزدیک. آپشن سخت‌ترش پاشنه پا روی زمین، زانوها صافه. اگر کسایی که میخوان پیشرفته تر انجام بدن، کسایی که نه ساده ترش کف پا کامل روی زمین، زانوها نبند. بریم. 12 تا. عالیه. آرنج بره پشت. بذار خوب عضلات کارشو انجام بده. سوزش رو احساس کن. مرسی. 5 تا 4 3 2 last one. بیا بالا. شیک. بکش عضله ترایسپس رو نگه دار. دستتو عوض کن. خب بریم برای حرکت دوم از ست دوم. حرکت بلغاریان اسکوات. سینه پا روی بنچ، یه گام میام به سمت جلو، از دستام کمک میگیرم، میشینم رو پای پشتم. بریم 6 تکرار. 2 3. کار اصلی رو داره پای پشتیت انجام میده. 4. شکم منقبض. چست اپ. last one. پا رو عوض کن. بریم برای پای چپ. پای چپ روی بنچ، یه گام به سمت جلو میام، فشار اصلی روی پای پشتی. آماده. 1 2 3. 6 تکرار. 4. عالیه تیم. 5 و 6. پاتون رو شیک کنین.
عضله 4 سرتو بکش نگه دار. عالیه. پای بعد به این نقطه نگاه کنی که تعادلتون به هم نخوره. بریم برای حرکت کرانچ. 12 تکرار. آماده. 3 2 1 let's go. بالا تنه و پایین تنه رو به هم نزدیک کن. 4 5 آپشن ایزی. پاشنه پا بیاد روی زمین. 3 2 1. از بیرون نفس بکش. یه رست کوتاه. بریم برای ست آخر از این تمرینمون. حرکت اول حرکت دیپ. آماده. کف دستا روی بنچ. فاصله میگیرم. آرنج میره به سمت پشت که عضله ترایسپسمون خوب درگیر بشه. بریم. 3 2 1 let's go. 12 تکرار. 3 4 قشنگ فشار بیار تا جایی که میتونی آرنجتو خم کن. باسن نزدیک زمین کن. هیچ حرکت اضافی تو باسنت نداشته باش. کار اصلی آرنجت داره انجام میده. 2 تای آخر. مرسی. شیک کن دستتو. بکش ترایسپستو نگه دار. سمت بعد. تا اینجای کار عالی بودین. بریم برای حرکت دوم از ست سوم و آخرین ست. روی پامو روی بنچ میذارم. دستا کنار بدن. یه قدم به سمت جلو میام. چستاپ. شونه ها عقب. برو بریم. 1 2 هر پا 6 تکرار. 4 5 آخری. 6. پا رو عوض کن. برو بریم. یه قدم به سمت جلو بیاید. حتما فاصله داشته باشید از بنچ. ردی. 6 تا 5 4 3 عالیه تیم. 2 و آخری. 1. شیک شیک. بکش 4 سرتو به این نقطه نگاه کن. تعادلت به هم نخوره. تا اینجای کار عالی پیش رفتیم. پای بعد. بریم برای حرکت آخر از ست آخر. حرکت کرانچ. آماده. 3 2 1 let's go. آپشن ایزی. کف پا روی زمین میاد. بالا تنه و پایین تنه به هم نزدیک شه. شکم منقبض. 3 تای آخر. 2 1. مرسی که یه تمرین فول بادی خفن و با بنچ امروز با من داشتین. امیدوارم دوباره به زودی ببینمتون.